همین ناو پیشینه یا جوی خوندیم قطعی بابای قند گفتیم بریم خونش ده یک کیلو چای بگیریم چیکو کیسه بوشه اینا میفرم بابایشون مفروم ادام بیده همین خموسه جونکنی هسته کی بابایشونه اتونه که فقط آی میکویو اوخی بابای قند آی همو بالا نقد که بزنی بم بری دنیا را شکر بگیره چه ای اولوچک های خب درخت پاولونیا من این درخت پاولونیا سال یکم بریدمش تکنیک سرس کردیم خب من این 5.5-6 متر شید خب اینجا نوچوی بسیار بروه یک تاشو موندیم دیگه شا قیچ کردیم خب بعدیم شمالو و همین طوفان و شمال و همین آنا بهار دا هر وای میشه کو شمال سر بعد همو با میگیریم با نودای دیگه شم میزنیم که تو کی بقوات شوم این سال یکم سرزش کردیم این سال دوم 5-6 متر شید خب من اینجا میزنیم خب میزنیم خیلی خب بعد من نودایی که ای باروش میبرویم نه نودای باروش میبرم این رو میزنیم برای که تو کی یک تا سال دیگه یکات بروم همین نوداشه برای که زینه دروز در کار زینه دروز یافتنش که خیلی تشکیل میکنیم این خودش مثال 5 متر باشه من با 1 متر دیگه این یا قریب قریب 2 متر دیگه با ما میتونیم که همین زینه و همین دو قطی اینا رو بکنیم خب بوش کنیم همین نودای زیاد شکی تو که پنجه نزنه و یک تا ستولی راست بروه همین ناو پیشینه یا جوی خوندیم قطعی بابای قند گفتیم بریم خونش ده یک کیلو چای بگیریم چیکو کیسه بوشه من بدونم کو یک فیرود کنیم این اولچوی بابای قند نگه کنیم ای باشه اولچوی رو بله جون میکنم موسفید همین خموسفید جونکنی هسته کی اولچوش هم قند وره شیرین ایه جدا باشه خودش او شگری امرش همین خموسفیدی همین شوستریا که اینه میده بگیر 1 مینوت ایجاده 1 مینوت اوجاده بابای قند او بابای قند لبای ای بابایشون اومده وو این دوجه ای تو بابایشون ایجاده مخی بیا ایجاده اوخی این همی درخت پاولون را سرشکه کیسدم حاضر میفروم اینا میفروم بابایشون مفروم ادام بابای قند نوشگری امرو قطعی همی کارو بارو نه که پیشینه اجوی خوندیم و برو آمدیم خونه رفتم زیق شدم گفتم که برم همین بابای قند قطعی بشینیم 4 تا صحبت کنیم یکم تربوزی خنک برو را خیلی بشینیم بخیریم و پامون دیگه پا دلوی گور و بس نمیکنیم همین کارو برو بالای زینه 6-7 متر برو آمده و بابای قند ای همو بالا نقد که بزنی بم بری دنیا را شکر بگیره بیا بابایشون بیا شمادی خیلی کم ترک بعدی پیشین اومدیم درختو را سرشکه کردیم درختو رو بزنیم که وقتش میزگره اما برای که کردن در کار او موندن در کار که همین سالم باید 5-6 متر دیگه بلند شوند بابای قند گاب ندارم تدا باور که گاب ندارم ما باور که همین زینه تر میبینم میترسم که ما بودو آیم بجا یکی نغلطی ما برای فایده خودت میگم او چه ای چه دگوش چه بابایشونه اتونه که فقط آی میکویو فقط میگو چه ای اولوچک های 2 دونه اولوچک میدونی برای چی اوخی ای سری زمین میرم کمپیرکم دست من نگه میکنم برای همین 2 دونه اولوچک با کمپیرک ما بگهی میگیریم میبرم فهمیدی بابایشون زنده باشی بابایشون خوش آمدی